وسط دشت پر از سنگ‌های خاکستری و زمین برخوردار از خاک حاصلخیز، صدای خفیف و آرامی در دل شب به گوش می‌رسید. این اکبر خراسانی بود، فیلسوف که در دوردست این دشت زندگی می‌کرد، در کلب‌های کوچک از خاک و سنگ. اکبر آدمی بود پر از عشق و ورزش‌های بدنی و علاقه‌مند به فلسفه. او عاشق گذراندن وقت در طبیعت بود و همیشه در حال کاویدن در دانایی‌های زندگی بود. او آدم خیلی ساده‌ای بود، بدون هیچ انتظاری از دیگران و فقط در تلاش برای زندگی بهتر. اکبر روزهای خود را به یادگیری و تمرین می‌گذراند. او همیشه یک کتاب در دست داشت، کتابی از فیلسوفان بزرگ، شناخته شده و ناشناخته. او به نکات مفید در کتابها با دقت می‌نگریست و سعی می‌کرد تا آنها را در زندگی خود اعمال کند. اما اکبر نه تنها دانشمند بود، بلکه ورزشکار نیز بود. او عاشق کشتی بود و هر روز صبح با طلوع خورشید در حال تمرین بود. تمرینات سخت و پرتلاش. اکبر او را یک کشتیگیر بی‌نظیر کرده بود. او به کشتی ایدانه برای عنوان قهرمان کشتی دهکده شرکت می‌کرد و برنده می‌شد. زندگی اکبر در این دهکده خلوت و ساده یک الگو برای همگام بود. او نشان می‌داد که چگونه می‌توان با زندگی ساده و متواضع دانشمندی بزرگ و قهرمان نکوکار شد. در سالها میان شهرت اکبر پیچید، اما او هیچگاه به نام و ثروت اهمیت نمی‌داد. او هر شب پیش از خواب به بام خانه می‌رفت و به ستارگان نگاه می‌کرد. تنها آرزوی او آن بود که بتواند به دیگران کمک کند و زندگی ساده و خوشبختی داشته باشد. زندگی اکبر یک نمونه روشن است از اینکه نیازی به ثروت یا قدرت برای داشتن یک زندگی خرم و پر مفهوم نیست. با وجود ساده‌ترین امکانات او توانست ارزش‌های بزرگی را نشان دهد: یادگیری، تلاش، تمرین و کمک به دیگران. همچنین او نشان داد که همیشه می‌توان با یک زندگی ساده خوشبخت بود.